تشکر جناب مولانا شما. همچنان بیننده بعدی سوال هفته گذشته را تکرار کردن، گفتن از کاری مثل اله یاهو هو که هدفشان میگن یا الله هست در تسبیحات داخل میشه؟ هیچ کدام از اینها، یعنی نه لفظ جلاله الله به صورت اسم ظاهر باشه و نه به صورت اسم ضمیر باشه. هر دوتاشون هم به صورت مفرد و هم به صورت این که منادا باشند و همراه با یای ندا باشند. در هر دو صورتش اینها به هیچ عنوان از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. یعنی الله گفتن یا هو گفتن یا اله گفتن یا الله یا یاهو گفتن یا همچنین اسمای دیگر الله متعال، مثلا یا لطیف هیچ کدام از اینها جز اذکار نیستند. اینها جمله به اصطلاح کاملی نیستند، در دعا نیستند. یا مثلا ما بگیم اللهم، خود اللهم معنیش از یعنی یا الله، اما بعد از یا الله چی؟ وقتی الله متعال رو صدا زدی باید بعد از اون یک دعایی باشه، یا الله گناهان ما رو ببخش. درسته، ذکر هست و عبادت هست. اما این که مطلقاً انسان بگوید که الله یا مثلا ضمیر رو به کار ببرد هو یا الله یاهو یا اسمای دیگر یا لطیف یا حکیم، هیچ کدام از اینها از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست و هیچ گونه ثوابی هم برای اینها در واقع ذکر نشده. و به اتفاق علما اگر کسی 1000 مرتبه در روز هم بگوید الله، اگر کافر شده باشد با الله گفتن انسان مسلمان نمیشه، حتما باید بگه لا اله الا الله محمد رسول الله. به این خاطر که الله گفتن این جمله مفیدی نیست. تو وقتی میگی الله معنیش چی هست؟ آیا الله رو صدا میزنی، الله رو فحش میدی، ناسزا میگویی، به الله بد میگویی، میگه ای الله من مسلمانم یا الله من کافرم؟ این دنباله یا الله گفتن چی معنی داره؟ اون چیزی که در دل شما هست اون ظاهر نیست. وقتی که انسان در اذکار باید پایبند سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه. چه فایده داره که ما خودمان رو سنی بنامیم، اهل سنت و الجماعت هستیم، اما پیرو سنت نباشیم؟ مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رو ذکر نمیکرد؟ با چه چیزی ذکر میکرد؟ مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین اذکار رو رسول الله نداشتند؟ قطعا اذکار رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین، کاملترین، پرمعنی‌ترین و پرثواب‌ترینش همون اذکاری هستند که همه میدونن. در این زمینه به اصطلاح ما باید و در تمام زمین‌ها باید دقیقاً پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشیم. لفظ مفرد الله به صورت اسم ظاهر یا به صورت اسم ضمیر هو یا همراه با یای ندا یا الله یا یاهو یا اسمای دیگر الله متعال یا لطیف یا حکیم یا غفور یا رحیم، هیچ کدام از اینها به عنوان ذکر نه از پیامبر ثابت است نه از صحابه ثابت هستند و هیچ کدام از امامان چهارگانه اهل سنت و الجماعت چنین ذکری نکردند و چنین ذکری در هیچ مذهبی از مذاهب چهارگانه هم به این کیفیت ثابت نیست. برخی افرادی اومدند بعد از قرون به اصطلاح مفضله یک چیزایی رو اضافه کردند که به هیچ عنوان نه در دین عقیده اینها برای ما مستند هستند و نه در باب مباحات و در باب فضائل. به هیچ عنوان ما نمیتونیم دین از یک افرادی در قرون متأخره بگیریم، اونم در مواردی که برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست.